سلام، من اومدم جواب سوال بدم. قبل از هر چیز خدا قوت میگم، چون نزدیک آخر سالیم و ترافیک کاری داریم و یه عالمه مشتری که قراره تو 10-15 روز را بندازیم. امیدوارم که تو این 10-15 روز حاشیه نداشته باشید. خدا بهتون قوت بده، قدرت بده به چشم و کمر و کتف و گردن و این داستانا، که خسته نشید، از پا نیفتید، حتما به خودتون برسید، حتما ورزش و نرمشیتون نره که اذیت نشید تو این 10-15 روز. از اینا بگذاریم. مجبورم که تون جواب بدم، جواب سوال اصلیمون رو بدم که تایم ویدیومون هم زیاد نشه، که راحت بتونه آپلود بشه. بازم اگر یه وقتی این وسط توپق میزنم ازتون معذرت خواهی میکنم، پیش میرم دنبال جواب سوال. سوال چی بود؟ سبکای ناخن رو نام ببرید. بعد راهنمایی هم کرده بودم، ما 3 تا سبک داریم، اون 3 تا سبک رو بگید. بچه‌ها متاسفانه نهایت 1-2 نفر یه اشاره هایی زدن، ولی عموما غلطن، در غلط جواب دادن. یکی گفته بود گیریم، یکی گفته بود فرمر، یکی گفته بود تیز بادومی، یکی مثلا اومده بود اسم فرمای ناخن و استیلتو و اووال و آرک و اسکوار و اینا رو مثلا ازشون به سبک یاد کرده بود. بچه‌ها وقتی ناخن تیزه، بادومی، گلدونیه، یا مثلا هرچی کله‌قندی، گرده، مربعه، نمیشه سبک، میشه شکلش، میشه شیپش، میشه اون قیافه ناخن. قیافه ناخن من مثلا بادومیه یا مال اون یکی مربع، این شکلشه، این سبک نیست، این یه راه و روش برای گرفتن یه نتیجه نیست. یا مثلا یکی گفته بود فرمر، یکی گفته بود ژل، یکی گفته بود پودر. بچه فرمر یه وسیله است، ژل و پودر و اینا وسیله‌ان، موادن، متریالن. شما با ژل میتونی کاشت کنی، حالا توی سبک خاص. با پودر هم میتونی همون کار رو انجام بدی توی اون سبک خاص. از اینا بگذرم. میخوام که مثل همیشه بدون کلمه‌های قلمبه سلمبه خیلی ساده توضیح بدم براتون. خوشم نمیاد که گیج کنم بچه ها رو. دوست دارم که هر کی این ویدیو رو میبینه کاملا براش قابل درک و قابل فهم باشه. منم کلمه قلمبه سلمبه بلدم، ولی دوست دارم که ساده توضیح بدم. روش منه که ساده توضیح بدم، اینم سبک منه که بخوام ساده توضیح بدم مسائل ناخن رو. داستان‌هایی که در مورد ناخن هست یا اتفاقاتی که توی ناخن هست دوست دارم به سبک خودم ساده توضیح بدم. ما 3 تا سبک داریم. یه سبکی که هممون میشناسیم و این روزا خیلی باب شده و همه دنبالشن و دنبال کلاس میرن که این سبک رو یاد بگیرن و انجامش بدن. سوهانکشی خاص خودشو داره، نصب فرمر خاص خودشو داره. فرمر با 35 تا مثلا 45-50 درجه به بالا نصب میشه، سر بالا یعنی فرمر نصب میشه و سطح ناخن کاملا صافه. حالا فرمش میتونه مثلا بادومی باشه یا هر فرم دیگه ای، چه میدونم مربع باشه. با ژل میتونه کار بشه، با پودرم میتونه کار بشه. این سبک روسیه. گفتم سبک روسی که سطح ناخن صافه، یعنی ما ته نقطه صفر داریم، اپکس یعنی رأس نوادم میاد بالا و در ادامه سطح ناخنمون کاملا صافه، هیچ شیبی نداره، کاملا صافه. نوع نصب فرمر خاص خودشو داره و نوع سوهانکشی خاص خودشو داره و دیواره های بلندی هم داره. سیکروامون سیکروهای با زوایای بزرگترن، مثلا به جای 30 درجه 50 درجه 60 درجه. این میشه سبک روسی. وقتی فرمر رو به بالا میبندی و سطح ناخن صافی رو داری، بعد از اپکس کاملا صاف رفته توی قد ناخنت، میشه سبک روسی. میتونه با ژل کار بشه، میتونه با پودر کار بشه، میتونه گریم بشه، میتونه ساده باشه، میتونه پر از دیزاین باشه، میتونه نباشه. این میتونه ترمیم بشه، میتونه مثلا ریموفش کنه دیگه نخوادش، میتونه تبدیلش کنه، مثلا پودر بوده به ژل تبدیلش کنه. این سبک روسیه. پس تبدیل و گیریم و این داستانا رو سبک نیستن.
اینا حالا کارهایی هستند که داریم روی ناخن انجام میدیم، مثلا ترمیم میکنیم، یا با فرمر کار میکنیم یا با پودر اکریلیک. سبک میشه اونی که دارم توی قاعده و قانون و روش خاص خودم یه کاری رو انجام میدم. من راوک توی سبک خودم دوست دارم ساده ناخن رو توضیح بدم به هنرجوام، کارآموزام. سبک روسی هم میگه آقا سبک من اینه، دوست دارم فرمه رو سربالا ببندم، سطح ناخنم صاف نگه دارم و سوهان کشی خودم رو داشته باشم. این شد سبک روسی. متریال هم میتونه مثلا توت باشه، ژل باشه، با هر کدوم که دلم بخواد میتونم کار بکنم. شد سبک روسی. یه سبک دیگه داریم، هممون هم داریم انجامش میدیم، از گذشته داریم انجامش میدیم و هنوزم داریم انجامش میدیم، تو سالنامون روزمره داریم انجام میدیم، این شب عیدم قراره انجامش بدیم. سبک سالونیه. سبک سالونی چیه؟ ترمیم میشه، تمدید میشه، با ژل میشه کار کرد، با پودر میشه کار کرد، ژل میشه به پودر تبدیل کرد، پودر میشه به ژل تبدیل کرد، نمیدونم میشه گیریمش کرد، میشه بیبی بومرش کرد، میشه توش دیزاین به کار برد، میشه با فرمر کار کرد، میشه با تیپ کار کرد، میشه با قالب کار کرد. به سبک سالونی میتونم همه این کارا رو انجام بدم، کاشت بزنم، تبدیل کنم، ترمیم کنم، یا حالا هرچی. تبدیل وقتی بچه‌ها از تبدیل صحبت میکنیم یعنی حالا از پودر به ژل، از ژل به پودر، یا اینکه مثلا ساده رو به بیبی بومر، ساده رو به دیزاین داخل کاشت، یا کاشتای ساده رو به دیزاین داخل کاشت، یا ساده بوده به گیریم تبدیل کنی یعنی صدف سازی کنی، حالا فری اجت رو توش دیزاین به کار ببری. سبک سالونی اینه. سبک سالونی حالا نصب فرمر همچین خاصی نداره که حالا بگیم سرباله و اینا، قواعد خودشو داره، قوانین خودشو داره، سوهان کشیای ساده تری داره خاص خودش و به درد روزمره روتین میخوره. مشتری مثلا مثل خانم خانه‌دار، مثل خانم دکتر، مثل خانم مهندس، مثل خانم معلم، اینا که میان پیشمون برای کاش ناخوناشون کارهای ساده نهایتا مثلا حالا با یه سری دیزاین و قدهای تقریبا متوسطی میخوان ازمون، حالا خیلی هم بلند نه، مشتری کمتری الان توی این دوره، توی این تایم که دارم این ویدیو رو میگیرم اکثرا مد شده که ناخن‌های دیگه خیلی بلندی نداریم، کوتاه و متوسطه و منم ساده. به این میگن سالونی. توی سبک سالونی گفتیم میتونیم دیزاین داخل کاشت بذاریم، نمیدونم فرنچ کنیم، همه این کارا رو میتونیم بکنیم. میتونیم با ژل کار کنیم، میتونیم با پودر کار کنیم. این میشه سبک که گفتیم اپکس یعنی صفر رو داریم، مواد رأسش میاد بالا با یه شیبی و با یه شیب دیگه میره تا سر لبه آزاد ناخونمون، تا نوک ناخونمون. میشه سبک سالونی با شیب ادامه پیدا میکنه. اپکسمون با یه شیبی میرسه به نوک ناخونمون، انتهای ناخونمون. یه سبک دیگه ای داریم که اونم همینه، تبدیل میشه، ترمیم میشه، توش دیزاین کار میشه، گیریم میشه، فرنچ میشه، فرمای مختلف داره ولی عموما فرم تیز استفاده میکنن برای این سبک و بهش میگن سبک مسابقه یا اصطلاحاً همه بلدیمش ژورنالی. سبک ژورنالی سبکیه که ناخونا عموماً تیزن و خیلی بلندن و پر از خلاقیتن، پر از ظرافتن، پر از دقتن، به درد عکاسی میخورن، به درد این میخورن که چاپشن برن روی بنر، برن روی جلد مجله ها، به درد پوز دادن میخورن. مثلا روی ناخون مجسمه سازی کرده، مثلا یه ناخون تیز بلند درست کرده، حالا یه برشای روش انجام داده، تبدیل کرده مثلا فرم ناخون و شکل ناخون به یه پروانه و پر از ظرافت، پر از خلاقیت، هرچی به ذهنش رسیده رو روی ناخون پیاده کرده. من نوکشون هم تیزه و خیلی بلندن، به درد عکاسی میخورن. نمیتونه باهاش مثلا بره خرید کنه، اذیت میشه، نمیتونه مثلا چه میدونم کارهای روزمره بند کفشش رو با اون ناخون ببنده، به درد عکاسی ژورنالی میخوره. اینا میشه یه سبک که میتونه حالا گفتیم با پودر کار بشه یا با ژل کار بشه. پس یادتون باشه اگر کسی به شما میگه من بهت سبک روسی یاد میدم و حتما باید سبک روسی رو با ژل یاد بگیری، داره بهت زور میگه. شاید چون ژل ساده تره براش داره این حرفا میزنه. شما میتونید سبک روسی کار کنی اما با پودر کار کنی. شما میتونید سبک ژورنالی یا کامپتیشن مسابقه ای کار کنی، برای جلد مجله کار کنی، با پودر کار کنی. اصلا
متریالت مهم نیست، اون که خلاقیت و ظرافت و نوع سوهان کشید و این داستان و قد و قواره ناخن مهم. شما میتونی سالونی کار کنی، با ژل کار کنی. اینکه بیای مثلا بگی من با ژل کار میکنم پس دارم روسی کار میکنم، کاملا غلطه. اصلا خیلی چیز به نظر من مزخرفیه که بگیم چون دارم با ژل کار میکنم پس من به سبک روسی کار میکنم. نه، گفتیم سبک‌ها رو گفتیم چی به چیه، داستان هر سبک چیه و ما هممون عموماً 99% داریم سبک سالونی کار میکنیم و دوست داریم که سبک روسی کار کنیم. یعنی حالا سبک روسی گفتیم کاملا سطح ناخن صافه، اپکس اومده، رأس مواد داریم و بعد از اون سطح صافی روی ناخن داریم که فرماش هم میتونه بادومی باشه، چه میدونم میندال باشه، هر چیزی. توی این اسمای عجیب غریبی که واسه ناخن هست که من دوست ندارم به کار ببرم، میخوام که هم فهم باشه، نه اینکه بلد نباشم، خیلی هم خوب بلدم، ولی خب میخوام به ساده ترین روش، به سبک خودم که ساده پرداختن به ناخونه و اینکه یاد بدم به شما ناخن رو به ساده ترین زبان ممکن. امیدوارم که موفق شده باشم تا به امروز. سبکا رو گفتیم، ایراداتونم گفتیم که آقا این پودر سبک نیست، اون ژله هم سبک نیست. اینکه توی شیوه و راه و روشی یه کاری رو انجام بدی، یه سری قاعده و قانونی برای اون کارت داشته باشی، مثل من گفتم من به سبکم اینه که ساده صحبت کنم در مورد ناخن، این میشه استایل، این میشه سبک، این میشه شیوه، این میشه روش. امیدوارم که به دردتون بخورده باشه این ویدیو. اگر توپق زدم یا زیادی حرف زدم، کشش دادم، عذرخواهی میکنم. هر سوالی دارید میتونید زیر این پست بپرسید و سعی میکنم که دوباره سر یه فرصت خوب و به زودی سوالاتون رو همینجوری ساده براتون جواب بدم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. لایک کنید، انرژی بدید، برای دوستاتون ارسال کنید اگر خوشتون اومد و اینکه هر سوالی دارید زیر همین پست بپرسید. انشالله ویدیوی بعدی از بین سوالای شما انتخاب میکنیم و جواب به سبک راوک میذاریم براش، یعنی یه جواب همه فهم، قابل درک، ساده، به زبان ساده ناخن رو توضیح میدیم. مرسی که همراهی کردید، مرسی که همراه هم هستید، مرسی که حمایت میکنید. خدا نگهدارتون.